سلام، وقتتون بخیر. موضوعی که امروز میخوایم درباره اون صحبت کنیم مراحل ساخت پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی هستش. مراحل ساخت اون به این ترتیب هستن که در مرحله اول باید طراحی انجام بشه. این طراحی باید به صورت دقیقی انجام بشه و لازمه اون هم این هستش که عوامل مختلفی مثل ظرفیت فاضلاب، نوع و میزان فاضلاب و مواد و ابزار مورد نیازش کاملا مورد بررسی قرار بگیره. مرحله دوم تولید و ساخت مخزن هستش. در این مرحله سازه‌های مختلفی که در این کار نقش دارن مثل متعادل ساز، ایستگاه پمپاژ، آشغالگیر، قسمت بیولوژیکی، تأسیسات ته‌نشینی، بفل‌ها و بیناچ خروجی سیستم همگی ساخته میشن. مرحله سوم ما آزمایش و ارزیابی هستش. بعد از تولید و مونتاژ پکیج تصفیه با استفاده از تجهیزات لازم آزمایش و ارزیابی میشه تا از درست کار کردن مجموعه مطمئن بشیم. مرحله آخرش هم نصب و راه اندازی پکیج در محل مورد نظر شماست. موضوع بعدی که میخوایم به اون اشاره کنیم عوامل تاثیرگذار بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی ما هستش. مورد اول ظرفیت تصفیه هست، یعنی هر چقدری که فضای مورد استفاده برای تصفیه و ظرفیت اون بیشتر باشه قیمت اون هم بالاتر میره. مورد دوم نوع فاضلابی هست که پکیج ما میخواد تصفیه کنه. مورد بعدی محل نصبمونه، یعنی مواردی ممکنه که شما محلی که میخواین فاضلاب رو در اون نصب کنین دور باشه، کوهستانی باشه یا مشکلاتی برای اجرای اون موجود باشه. مورد چهارم کیفیت قطعات هستش. هرچقدر که قطعات و لوازم و مواردی که در تصفیه استفاده میشن کیفیتشون بالاتر باشه قیمت اونها هم بالاتره. یکی از موارد خیلی مهم این هستش که نوع منبع پذیرنده ما که قرار پساب خروجی توی اون تخلیه بشه چی هست. ممکنه چاه باشه، فضا سبز باشه یا نظیر اینها که هر کدوم از اینها فرایند خاص خودشون رو میطلبه و هر کدوم قیمت متفاوتی رو روی پکیج ما میگذاره. مورد بعدی در ساخت پکیج ها ممکنه که تکنولوژی های پیشرفته تری اعمال بشه و اگر تکنولوژی پیشرفته و خاصی برای تصفیه فاضلابی استفاده بشه قیمت اون طبعاً متفاوت میشه. شرکت مهندسی فراب تدبیر با به سرانجام رسوندن پروژه های مختلف افتخار این رو داره که به عنوان یکی از متخصصین این حوزه مورد تایید سازمان‌ها و کارفرمایان داخلی و هم در سطح بین‌المللی باشه.